سلام، چطورین بچه‌ها؟ من نایت مستر هستم و خیلی خوشم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره کار خیلی خفن بکنیم. نه امروز قراره چیزی رو تست کنیم، نه قراره چیزی رو بخوریم، نه قراره چیزی رو خراب کنیم. امروز اومدیم اینجا آب بندان استان‌آباد کل آشغالا اینجا رو جمع کنیم. هنوز آشغال زیاده، شما بخش کوچیکی از آشغالا رو دارین می‌بینین که مردم اومدن اینجا، حالا مسافر بودن، مردم محلی بودن، اومدن خوراکیاشون رو خوردن و همینطور که ببینید پوستاش اینا رو انداختن. و باز هم من امروز تنها نیستم، آقا میلادم نیستش، به جاش رفیق گلمون اومده. السلام علیکم و رحمت الله. بابا آقا امروز چه حسی داریم می‌خوایم بریم آشغالا رو جمع کنیم؟ مثل خوبی بهت میده؟ چرا که نه؟ خب امروز قرار آشغالا رو جمع کنیم، اما من تجهیزاتم با خودم آوردم. به اندازه کافی دستکش و به اندازه کافی کیسه آشغال آوردم. و اینکه قرار کل اینجا رو جمع کنیم، دوباره اینجا رو ریکاوری کنیم، بدیمش دست ملت. به نظر دوباره خرابش میکنن؟ چرا که نه؟ آره که قطعاً. آره این سالایی که کم ندیدیم، خیلی جاهایی که خودمون رفتیم جمع کردیم، خیلی جاها هم که دولت رفته جمع کرد و بازم آشغال دیدیم. پس بنابراین قطعاً دوباره هم جمع خواهد شد. بله قطعاً دوباره هم جمع خواهد شد. ما اینجا رو دوباره ریکاوریش میکنیم و باز هم از اونجایی که نزدیک عید هستیم مردم میان لطف میکنن دوباره آشغالاشون اینجا میریزن، ولی من ازش خواهش میکنم که چی؟ آشغالتون رو جمع کنین. مگه چقدر کار داری یه پلاستیک آشغال به خودتون بیارین، یا اصلا یه پلاستیک فریزر چیپس میخوری، پفک میخوری، بریز اون داخل، 2 قدم اینورتر سد آشغال هستش، برو سد آشغال آشغالاتو بنداز. و غیر از اون هم خیلی از این آشغالا باعث شدش که خیلی از حیوونا حتی به کام مرگ هم کشیده بشن. خب این خیلی مایه تاسفه. 100%. و اینکه وقت رو بیشتر نمیگیریم و میریم سراغ تمیز کردن اینجا. پس با ما همراه باشید. اما اول آشغالا رو شروع میکنیم به جمع کردنشون. دالی خب آشغال کم هم نریختم ملت، دمشون گرم. همه جا پوست، چیپس، پفک، هر چیزی که شما فکر کنین هسته. تا دستمال کاغذی. وای حاجی چه خبره؟ تو کجا رفته آشغالا؟ بابا این دستمال هایی که ریختن هنوز ردش در اینجا پیدا میشه. هنوز تو این فضای کوچیک یه چیز اولوش 20% جمع کردیم. اگر شما بیاین این سمت هم هنوز نگاه کنین، داخل پر پلاستیکه و تا الان نصف این پلاستیک آشغال سر 20% این پلاستیک ها جمع شده. هنوز هم داره، از بطری های شیشه‌ای گرفته تا لیوان ها، پلاستیک ها و حتی سفره‌ای که اومدن پهن کردن انداختن. بیاین آخه مثلا شما چرا میای با پلاستیک چیزی میخوری، یا اصلا برای چی بطری انرژیزات میندازی اینجا؟ همینو جمعش کن ببر داخل سلاشخور داخل شهرت بنداز که اینجا به این حالت در نیاد. اینجا جایی که شما میای برای تفریح، ما میایم برای تفریح، اینجا محله ماست، تفریحگاه شماست و اینکه میتونی اینجا رو جمعش کنی، حداقل به ما هم کمک کنی، به خودت هم کمک کنی که دفعه بعدی خواستی بیای اینجا تمیز باشه. بریم برای ادامهش که بخوایم جمع کنیم. آره اینجا زیاده، خیلی زیاده. این هم از پلاستیک شما. دیگه چیزی نمونده، پلاستیک من پر شد کلا. واسه منم پر شده. هنوز آشغال هستش، هنوز این یه تیکه پر آشغاله. مانی یه فکت دیگه. چی؟ میدونستی که این آشغالا خب باعث فرسودگی درخت ها میشه؟ نه اینو واقعیتش نمیدونستم. میشه. اون پلاستیکایی که دور این بوته هایی که مثلا تازه دارن جوونه میزنن خب باعث میشه که اونا حتی پوسیدن بشن. فکت جدید. همین پلاستیک آشغالو ببرین بندازین داخل سد آشغال. این چه وضعشه؟ این یه تیکه، فقط همین یه تیکه اینجا اینو پرش کرد. من نمیدونم چطوری میخوایم اینجا رو تمیزش کنیم. حداقل همینقدر نه که شما یک دونه پلاستیک هم بردارین بخورتون ببرین کمک کردین، فقط یه دونه. دوربین بگی بیار. ببین فقط تو کجا؟ بذار اینجا رو بریم بگیریم ببینیم. آخه من فقط یک سوال دارم، تو اونجا چجوری رفتی؟ هر کسی که اینو دیدی اینجا ریختی، فقط تو چجوری اینجا ریختی؟
من برام واقعا عجیبه. رفتن اون بالا ریختن. خب چطوری رفتی اون بالا؟ اصلا دست یه انسان بر نمیاد بخواد بره. چطوری خود لوبا و گرگش هم واسهشون پشیزونه همچین حرکتایی. دقیقاً قفله براشون. نمیتونم همچین حرکتایی بزنن روبا و گرگم. عجبا. حجمه آشغالایی که الان فقط ما اینجا این محوطه رو من فقط جمع کردم شد اینقدر. این از یه پلاستیک آشغالمون پر تو همین محوطه کوچیک. ما هنوز تازه اومدیم اینجا گفتیم آشغال کمه، اینجا ویدیو رو شروع کنیم بتونیم حرف بزنیم. همینجا یه پلاستیک آشغال داد بهمون. سلامت باشید. سلامت باشید. این از یه کار مثبتی که انجام ازمون تشکر کردم. بالاخره ازمون تشکر کردن. چه خوبی داشت. حتی این رویه گرفتم. من کل آشغالا اینجا رو من هنوز درگیر اینیکی ام. هنوز نتونستی بیناموس از کجا باز میشه؟ از دستاش بالا سیغازدن از بالا باز میشه. از بالا دارم باز میکنم باز نمیشه. پلاستیک خراب نداده باشم بهمون. نه چی میکنم پلمپه. نه مگه میشه؟ نه نکن. یه رادرز کوچیکی داره اما چون دستکش دستمونه کوچولو چیه. بیا اینم از این. ادیتور اینو پاک کنه. به سختی داشتیم موضوعش میکردیم. این از پلاستیک من نیزی حجم فشردهشه وگرنه این باید تموم میشه تو الان. آقا لایک و سابسکرایب یادتون نره. من همینجا ویدیو رو کاتش میکنم، شروع میکنیم به جمع کردن. وقتی که آقا جمعش کردیم دوباره ویدیو رو پلیش میکنم که زیاد نشه. پس لایک سابسکرایب یادت نره. بریم بیایم. داره میاد بزنه. آره. به قیافش نمیخوره میخواد بزنه. دقیقاً میخواد بزنه. نه کن من سمت من با یه حالت عصبانیتی اومد. آخه همین خر فقط اینجا نزدتمون دیگه. بریم آشغالا رو برای جمع میکنیم. اینجا رو توی نگاه داریم واسه تمیزکاری میکنیم. بعد چقدر آشغال اینجا ریخته. عجیب. مانی مراقب باش. مانی هنوزه این حجم باقی مونده. هنوز داخل دوربین آنچنان نمیفته ولی تا حتی داخل اون بوته آشغال ریخته. اون بالا هم اگه گوشی زوم کنه مشخص میشه چقدر قشنگ معلومه پلاستیک چیتوزه. خیلی آشغال داریم هنوز. این قسمت سفید تو هنوز پشت این درخت‌ها رو شما نمیبینین. آشغال زیاده داخل دوربین درستابی نمیفته. خیلی هم آشغال داریم. نمیخواستیم ویدیو رو دوباره پلیش بکنیم ولی این حجم رو که دیدیم گفتیم یه ویدیو دیگه بگیم که شما نگاه کنید. باز فردا داخل کامنت های ویدیو نگین که شما چیزی جمع نکردید. هنوز 2 تا پر اون پشت هستش. هنوز خیلی آشغال مونده. خیلی آشغال داریم. من دوربین رو همراه ببرم با خودم این نشون بدم آشغالا رو. ببر. خب از همین قسمت که شما میتونید مجدد حجم این آشغالا رو ببینین. حجم آشغالی که اینجا ریخته. هنوز همینجوری من دارم راه میرم پایینو نمیگیرم. تازه اینا در نظر بگیرن که بیننده هات ما تازه این بخشش اومدیم. هنوز بخشای دیگه ای از جنگل خیلی آشغال ها ریخته که به چشم میاد. حتی داخل جاده هم که دارن میان آشغال ریخته اگه دقت بکنن اون کار. و الان ما اینجا رو اومدیم جمع کنیم فکر نکنید همه‌شو داریم جمع می‌کنیم. یه پلاستیک دیگه که خودش جمع کرده اینجا. این جمع کرده فقط ریخته دیگه. براش مهم نبوده بخواد ببرتشون. آقا ما بریم دوربین رو بذاریم اینجا هم شروع کنیم به جمع کردن. بگم این قسمتو چیپس و پفک ما خودمون گفتیم بیایم جایی که کمتر باشه آشغالا بیشتر بتونیم صحبت بکنیم ولی این وقتی این حجم رو دیدیم اصلا خودمون باورمون هم نمیشد. دقیقاً من گفتم آقا بیا مثلا بریم این گوشه که دیگه کم آشغاله دیگه. اینا رو میگیریم جمعشون میکنیم تو دوربین صحبت میکنیم. آقا مثلا ما آشغالا رو جمع کنیم. اومدیم اینجا که دیگه کم آشغال ترینش بود. یه بخش محوطه بود که خیلی کم آشغال داشت اما بازم حجم آشغالا رو ببینید چقدر زیاده. اینا همه مگه چیه؟ دستمال و پوستای شکلات زیاد تا دلت بخواد. اینجا کلی دستمال ریخته. رسیدیم به حجم وسیعی از آشغال. دیگه نمی‌باید بگیریم ویدیو رو تمام کنیم. آره واقعا یه حجمی که به شدت آشغال ریختن زیاده. اینو من چطوری الان برای چی اینقدر سخت باز میشه؟ از این پلاستیکا اشتباه کردی گرفتی.
مشکی ها شادتر بود میشه. آره گفت بابا اینا دسته دار میگیریم قشنگه، ولی دهن ما رو سرویس کرد. بذار میزن بهشون یه خورده. آها ناگو یک کشور که جی فشار فشورش میدی از هم دیگه گسسته میشه. آها باز شد. اینم از گسسته. من میارم پوشک بچه جمع کردم. ای چرا خوب پوشک بچه میندازن خدایا. بریم آشغالا رو جمع کنیم. خب تا الان پلاستیک آشغالای خیلی زیادی جمع کردیم و تایم ویدیوی آنچنانی هم نداریم. برای همین لایک سابسکرایب یادتون نره. بدون لایک بدون هیچ کامنتی باز هم دوباره میام اینجا آشغالا رو جمع میکنیم، چون اینجا دیگه ما باید جمعشون کنیم دیگه. اینجا مثل خونه ماست، اینجا جایی که ما میایم تفریحاتمون زمان شادیمون رو میایم اینجا. و اینکه تا ویدیوی دیگر بدرود. بیا صندوق ما هم تا جایی که تونست پر شد دیگه. الان هم میریم باز یه روز دیگه میایم بقیه ویدیو رو میگیرم.